قاعده ها هست برای در صورت سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم. دو سخن ظاهرا به همدیگر ضد است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث منع کردن از نماز خواندن بعد نماز عصر تا آفتاب نشستن، بعد دمیدن صبح تا آفتاب برآمدن از نماز خواندن منع کردن. در اون حدیث وقتی که مسجد کی در آمدی تا 2 رکعت نماز نخوانی ننشین گفتن. ظاهرا دو حدیث به همدیگر ضد آمده است. و در همین خیل صورت ها علمای اصول قاعده های مرجح گذاشته. قاعده هایی هست که یک فتوا رو به دیگر فتوا راجح میکنید. از جمله این قاعده ها این است که ان الحذر مقدم علی الاباحه. شریعت اگر یک چیز حذر کنونیده باشه، یک کار نکن گفته باشد و به یک کار با امر کرده باشد، ظاهرا همین هر دوش به هم دیگر ضد بیاد، نهی پیش میگیریم، نکن گفتگیش پیش میگیریم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد نماز عصر تا نشست آفتاب نماز نخوانفتن، نهی کردن از نماز خواندن. در اینجا گفتن که به مسجد که در آمدی نماز خوان 2 رکعت گفتن. امر و نهی ضد آمد، کدامش پیش میگیریم؟ نهی پیش میگیریم طبق قاعده. نکن گفتگیشون پیش میگیریم. برای چی؟ برای اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ابو هریره گفتن که اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. اگر من شما رو به یک کار امر کنم به قدر امکان اجرا کنید. و اذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه. اگر از یک کار من کنم از وی باز ایستید. به قدر امکان باز ایستید نگفتم. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم از عرق خوردن منع کردن. ما نمیگوییم اون کسی که به قدر امکان عرق کم خور نمیگوییم، من باز ایست میگوییم. لیکن مثلا نماز به قدر امکان، مثال نمازهای زیادتی خوان، مثال تهجد خوان، روزانه نماز خوان، به قدر امکان صدقه کن، غیر زکاتت با، به قدر امکان، به قدر تواناییت. اما گناه فاجتنبوه. من اگر شما رو به یک کار فرمان دهم که اجرا کنید، گفتم به قدر امکان اجرا کنید، اگر نکن گم استیتام. این دلالت میکند که نهی پیامبر صلی الله علیه و سلم، منع پیامبر صلی الله علیه و سلم از امرش مقدم میست. یک امر دیدید که شریعت ظاهرا شما منع دارد و با هم در عین وقت به امر هم دارد. این برای آدم های عامی اشکال است، اما عالم ها اینو میفهمن، جدا کرده میتونن. اون ظاهرش ضد آمده است و الا در شریعت ضد نیست. بنابراین امام طحاوی گفتن که حنفی هستند. در دنیا یک کتاب داشتن مشکل الآثار، حدیث های مشکل، حدیث هایی که ظاهرا به یکدیگریش ضد است، هر دو حدیث آورده بین آنها جمع کردن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله گویا در یک حدیث منع کردن، در یک حدیث امر کردن. چه خیلی فهمیم؟ گفتگر امام طحاوی جدا کردن. بعد گفتن که در دنیا دلخواه حدیثی که ظاهرا به هم دیگر ضد باشد و هر دوش هم صحیح باشد بیار، من بین آنها صلح میاندازم. یعنی میفهمونم. گفتن یعنی حتی بعضی علما گفتن که داناترین آدم به حدیث هایی که ظاهرا به هم دیگر ضد هست این امام طحاوی هست. گفتن صاحب کتاب مشکل الآثار. بنابراین حدیث های صحیح به هم دیگر ضد نمیبراید. اگر ضد براید یکیش ناسخ است، یکیش منسوخ است، یکیش آمده بیکار کرد. مثلا در ابتدای اسلام پیامبر صلی الله علیه و آله یک کار اجازه دادن بعد منع کردن. هر دوشم از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله ثابت شدگی است. هر دوشم صحیح است. گاه هر دوشم در صحیح بخاری است. لیکن یکتاش منسوخ است. حکمش بیکار کرده شده است به حدیث ناسخ، به حدیثی که بهتر آمده و بیکار کرد. یعنی این در شریعت الله تعالی میگه که ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. در سوره بقره ما یک آیه بیکار میکنیم، نسخ میکنیم، به جاش آیه دیگر میبریم از وی بهتر است. این به معنای این نه که مانند قانونگذارهای دولتی ها یک قانون میبرن بعد میبینن که این قانون فایده نکرد، دیدن که این قانون از دیگر جهت ضررها آورد. قانونهای آدمی هست. مثلا قانونی مسکون گیریم، یا آدم زنش طلاق میتید، مثلا 2 فرزندش است، زقتی جدا میشه و او زنک شکایت میکنه به سود که من 2 فرزند دارم و من طلاق داد، من این 2 فرزند که کجا روم؟ اونا میبیارن در همین خانه شوهر همونا مسکون میکنن. مسکون خودش خانه مثلا 2 حجرگی هست، در یک حجرش پدر و مادری همین شوهرش زندگی میکند، در یک حجره همین شوهری سابقش زندگی میکند. همین زنه که 2 فرزندش که آوردن همین خانه و سابق همین خانه و مسکون کرده است. سود قراری سود است که اینجا زندگی میکنی. بعد اون مردک زن میگیرد،
این خیلی حادثه ها بسیار است. او زن میگرد سبحان الله این واقعی حادثه عینی شدگی است و این خیلی شاید زیاد باشه. زنی نو میگرد در همون حجره در بالای تختی خوابش با زنی نو خواب می‌کند، زنی کهنه در پایان با 2 فرزندش زندگی میکند. این قرار سود است. یعنی این قانون انسانیت است. این به جهل آنها دلالت میکند، به بیسوادی بیفهمی آنها، این به کشتار میرساند. این قانونی بشریت یک قانون میبرد وقتی که ضرری زیاد آورد یا فایده نآورد و قانون بیکار میکند و قانونی دیگر میبرد. اما شریعت چی؟ یعنی الله تعالی یعنی یک بار برآورد بعد از آن دیگر برآورد. آیا بار اول خطا کرد؟ الله پاک است. الله تعالی دیده دانسته آن قانون اول کرد برای اینکه عین زمان همون مناسب بود به وضع مردم. بعد از آن این قانونی آخر برآورد و پیشینه منسوخ کرد برای اینکه عین زمان اینش اکنون موافق شد. برای اینکه دین مقدس اسلام یک باره تمام احکامش مانند تورات موسی علیه السلام یک باره قرآنی بتون آمدگیش نیست. هر روز یک آیت، 2 آیت، 3 آیت می آمد. شریعت در مدت 23 سال مکمل شد. حضرت عایشه گفتند که اگر عرق در ابتدای اسلام حرام میشد بسیاری آدم‌ها اسلام قبول نمی‌کرد. عرق الله تعالی تدریجا حرام کرد. فقط گفت که به نماز خورده نبید. گفت مردم بسیار عرق خور بودن، بسیار وینونوش بودن، مینوش بودن. حضرت حمزه دیروز گفتیم که حضرت حمزه برای چی شما از نام خودتون عرق حرام گفتید؟ تا من عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم سید شهدا هست. سید شهدا از حمزه دیده شهیدی بهترین نیست. سید شهدا حمزه هست. حمزه عرق خور بودن. حتی بار وقت مست بودن یک کنیزه کشان در وصف شجاعت حمزه سرود میگوید، بعد همین به وجد میآیند و شمشیر میگیرن و همین در رو براشون یک شتوری ساده بودن، شتور پارا میکنن، شتور زنده، یعنی به یک شمشیر همین خز زده شتور زنده پارا میکنن در یک لحظه. اون شتور حضرت علی رضی الله عنه به مهر فاطمه دختری رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بودند، نه آورده بسته بودند. مهر حضرت فاطمه. اون شتور حرام مرد، نه بسم الله الله اکبر گفته شد، نه طریق اسلامی ذبح کرده شد، نه گردنش بریده شد و از پاش و از تنش و از هر گیجاش زده قیمه کردن، پارا کردن. بعد شکایت شد به پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که اومدن حضرت حمزه غضب کردن، یعنی که به سری من آدم آوردی. گفته مست بودن، آخر نمیفهمن چیزی که میکنن. ما انتم الا عبید لآبائی، شما هیچ کسی نیستید مگر غلامان پدری من هستید. بعضی علما میگن که همین سخن نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم کفر است حکمش. اونایی که میگن که طلاق آدم عرقخور نمیافتد میگن همین حدیث دلیل میکنن، چون که از طلاق دیده حکم کفر بلندتر است. نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم بی‌آدابی کردن به درجه کفر بود، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم حالتش وقتی که دیدن که مست است فرج عن قهقرا، همین خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم به قفا گشتن، یعنی به قفا قدم زدن و برآمده رفتند و چیزی نگفتن. بعدی هوشیار شدنش هم حمزه فریاد کرده ملامت نکردن، چون که الله تعالی گفت که شما وقتی که مست شدید به نماز در حالت مستی نبیایید حتی تعلموا ما تقولون، تا اینکه دان چیزی که میگویید. این دلالت میکند که آدم عرقخور، آدم مست نمیداند چیزی که میگوید. بنابراین جمهور علما خلافاً به مذهب امام ابو حنیفه طلاق سکران واقع نمیشد گفتن، طلاق مست واقع نمیشه، چون که نمیدونه چیزی که میگوید. امام ابو حنیفه گفتن که ما همچون جزا طلاقش واقع میکنیم. گفتن بله طلاقش واقع نمیشد و نمیدوند چیزی که میگوید نمیدوند، ولی همچون عرق نوشیدگیش همچون جزا طلاقش واقع میکنیم. بعد اینا گفتن که آخر برای جزای عرقخور الله تعالی علایده استاتیه داده است، برای چشم استاتیه اضافه کردید، هم طلاقش هم واقع کردید. گفتن خلاصه این مسئله های دیگر است. وقتی که حمزه رضی الله عنه عرق نوشیدند و تا آخری عمرشون عرق می نوشیدند و با وجود همین سید شهدا بودند، چه خیلی فهمیم آخر این خیلی که حضرت حمزه سال 2 هجری کشته شدند، به شهادت رسیدند در جنگ احد. عرق سال 3 هجری حرام شد. عرق حرام نبود در اون وقت، بنابراین می نوشیدند
پیامبر صلی الله علیه و آله این کار نمیکردند. الله تعالی عرق را تدریجا حرام کرد. اول گفت که فقط به نماز نوشیده نبیایید تا اینکه سخنی میگفتگیتون نفهمید. اونو بعدی بامداد به نماز بامداد عرق نمی نوشیدند. به پیشین عرق نمی نوشیدند، هوای گرم بود. به عصر هم عرق نمی نوشیدند. برای چی؟ برای اینکه حالی کار تمام نشده است. به شام عرق می نوشیدند. انا اکنون اگر حاضر بعد شام عرق نوشند، شام با اومده نمیشد. الله تعالی من کرد که به نماز عرق نوشیده نبیایید گفت. مجبور بودن تا شام عرق نمی نوشیدن. بعد شام هم تا خفتن نمی نوشیدن. برای چی؟ برای اینکه خفتن است در پیش. لیکن عرق حرام نبود. فقط به نماز ننوشید تا گفت. به نماز در حالتی مستی نبیایید گفت. مجبور بودن در وقت شام خفتن نمی نوشیدن. بعد خفتن خوابشون برده میموند. بعد خفتن اکثری آدما نمی نوشید دیگه، خوابش میبرد، ننوشیدگی میموند میقضی. این آهسته آهسته تدریجا عرق ترک کردن. حضرت عایشه گفتن که اگر در ابتدای اسلام عرق حرام میشد، بسیار آدما اسلام قبول نمیکردن. اسلام درجه به درجه احکام شریعت را به مردم جاری کرد. بنابراین نسخ های شریعت یعنی از روی خطاگی نه، اول خطا کرد و بعد قانون نو برآورد، نه، از روی علم، از روی دانسته، از روی حکمت است. الله تعالی ذات حکیم است. تنزیل من حکیم حمید. این نازل شده از جانب ذات حکیم است. این قرآن کریم یگان عیب ندارد. این شریعت یگان خطاگی ندارد. این شریعت محض برای فایده بشریت است.